کیمیا فقط 26 سال سن داشت. با پسر 3 ساله و شوهرش در جنوب شهر تهران زندگی میکردن. کیمیا پر بود از آرزوهایی که به خاطر ازدواجش با مراد همه نقش برآب شده بود. به خاطر مشکلاتی که داشتن کار میکرد و خودش خرج زندگی رو میداد. در واقع کمک خرج بود، چون شوهرش از پس خرج و مخارج بر نمی اومد و همین باعث شده بود که روز به روز از همدیگه فاصله بگیرن. کیمیا از صبح تا بعد از ظهر توی بوتیک بزرگ کار میکرد. یه فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای که همیشه پر از رفت و آمد بود. همون روزا بود که با فرشید آشنا شد. فرشید یکی از کسایی بود که برای بوتیک از ترکیه جنس می آورد و وضع مالی خوبی داشت. اوایلش فقط یه دوستی ساده بود. با هم حرف می زدن و درد و دل می کردن. یه دوستی معمولی. اما وقتی فرشید حرفای کیمیا رو شنید بهش دل بسته شد. کیمیا دختر قشنگی بود و همین فرشید رو بیشتر از قبل بهش دل بسته می کرد. روز به روز رابطهشون با هم صمیمیتر می شد و کیمیا به فرشید دل بسته می شد. همون روزا بود که با هم قول و قرار ازدواج گذاشتن و تصمیم گرفتن کیمیا از مراد طلاق بگیره و با فرشید ازدواج کنه. کیمیا برای جدایی از مراد بهونه نمیخواست. بی پولی مراد و اعتیاد کمی که داشت برای جدا شدن ازش کافی بود. دعواشون با هم شدت گرفت و کیمیا با مراد قهر کرد و با پسرش به خونه مادرش رفت. تقاضای طلاق داد و مراد به شرط اینکه کیمیا بچه رو خودش بزرگ کنه و درخواست مهریه نداشته باشه حاضر شد کیمیا رو بدون دردسر طلاق بده. کیمیا در طول 3 ماه طلاق گرفت و از مراد جدا شد. فرشیدم براش یه مغازه توی یکی از خیابونای شلوغ و پر رفت و آمد تهران باز کرد و با سرمایه خودش داخل مغازه پر از جنس خارجی کرد تا کیمیا بتونه راحت اونجا کار کنه و با هم زندگی کنه. فرشید برای کیمیا یه خونه کوچیک جنوب شهر اجاره کرد و با هم زندگی میکردن. کیمیا و فرشید با هم همخونه بودن و هنوز تصمیمی برای ازدواج نداشتن. در واقع این خواست کیمیا بود، نه فرشید. میگفت هنوز آمادگی ازدواج نداره و بهتره کمی صبر کنیم. کیمیا نمیخواست خانوادش از رابطه‌ای که با فرشید داره مطلع بشن. مخصوصا مراد که اگه میفهمید پای مرد دیگه وسط هست بچه رو ازش میگرفت و اذیتش میکرد. چند ماهی با فرشید زندگی کردن. چند ماهی که کیمیا میگه روزای خوبی بود. فرشید کیمیا رو بی‌منت دوست داشت و عاشقش بود. 5 ماه کنار هم زندگی کردن تا روزی که فرشید به خاطر چک به زندان افتاد. کیمیا بهش قول داد که هر کاری میکنه تا زودتر آزاد بشه، ولی دروغ گفته بود، چون مبلغ بدهی فرشید خیلی بالا بود. فرشید از همه جا بیخبر بود. تو زندان شب و روز منتظر آزادیش بود، ولی خبر نداشت که کیمیا یه ماهی بود با مرد دیگه به اسم جعفر وارد رابطه شده بود. فرشید هر بار با کیمیا از داخل زندان تماس میگرفت و ازش میخواست تا زودتر عقد کنن تا کیمیا هم بتونه به ملاقاتش بره، ولی کیمیا هر بار یه بهونه می آورد و درخواستش رو رد میکرد. فرشید حسابی کلافه و عصبانی بود. چند مرتبه از کیمیا پرسیده بود آیا پای کس دیگه‌ای در میونه، ولی کیمیا این حرف رو رد کرده بود و گفته بود هیچ کس جز فرشید توی زندگیش نیست. فرشید از یکی از دوستاش میخواد که کیمیا رو زیر نظر بگیره و اون خیلی زود میفهمه پای مرد دیگه‌ای در میونه. فرشید به کمک دوستش رو با بدبختی تونست مرخصی کوتاه مدت بگیره و از زندان بیرون بیاد. به دور از چشم کیمیا با جعفر، مردی که کیمیا باهاش در ارتباط بود، قرار ملاقات میذاره تا خودش همه چیزو بفهمه. جعفرم بدون اینکه به کیمیا بگه سر قرار با فرشید دقیقاً تو همون خیابونی که بوتیک کیمیا و فرشید بود حاضر میشه. فرشید از دیدن جعفر عصبانی میشه و نمیتونه خودشو کنترل کنه. با چاقویی که تو دستش بوده به جعفر حمله میکنه. کیمیا از سر و صدای مردم از مغازه بیرون میاد و متوجه درگیری 2 مرد عاشق میشه. هر کاری میکنه نمیتونه از هم جداشون کنه و فرشید با بیرحمی تمام جعفر از پا در میاره. کیمیا میگفت باورم نمیشد چنین اتفاقی بیفته. از ترس میلرزیدم و اشک میریختم. به فرشید التماس میکردم رهاش کنه، ولی بیفایده بود.
من هیچ وقت عاشق فرشید نبودم و اون فقط قرار بود وسیله باشه تا منو از زندگی با مراد نجات بده. ولی جعفر رو میخواستم و عاشقش بودم. جعفر تا بیمارستان دوام نمیاره و همونجا از بین میره. پلیس چند روزی دنبال فرشید بود تا بالاخره پیداش کرد. حالا فرشید پشت میله های زندان منتظر اجرای حکمشه. کیمیا با پسرش تو خونه جدیدشون زندگی میکنن و بوتیک که همه چیزش به نام کیمیا بود هنوز پابرجاست. پدر جعفر حاضر نیست رضایت بده و حرفش فقط قصاصه.